نزدیک به 10 روز است که رویداد لتوکوب و بازداشت احمد ایشچی والی پیشین جوزجان ناروشن مانده است و هیچ کسی حاضر به پاسخگویی در این باره نیست. نه امنیت ملی که گفته می شود آقای ایشچی اکنون در بازداشت این نهاد است در این باره چیزی می گوید و نه هم ادعای خانواده آقای ایشچی درباره لتوکوب و بازداشت وی از سوی جنرال دوستم بررسی و درستی و نادرستی آن روشن شده است. با این هم خانواده احمد ایشچی میگوید که به آنان گفته شده است که آقای ایشچی نخست به کابل انتقال داده خواهد شد و سپس آزاد خواهد شد. امیدواری ها هست، ما با مرکز هم صحبت کردیم، امیدواری ها هست، میگن که امروز احتمال قوی که باید رها شود، اما امیدوار هستیم ببینیم چی میشه. در این میان نهادهای دولتی جوزجان از امنیتی و غیر نظامی گرفته تا عدلی و قضایی سخت انتقاد می شوند که در این رویداد تنها نظاره‌گر بودند. هنوزم در افغانستان حاکمیت تفنگ و تفنگدار در بعضی از مناطق افغانستان بر قانون چربی میکنه و در بعضی جا هم حتی با نهادهای امنیتی برابری میکنه و حتی برتری هم میکنه. با این همه انتقادها حکومت هنوز هم درباره این رویداد خاموش است.